آرنولد کاپین کشاورزی فیلیپینی چون دهقانان دیگر در حالت ناگوار مانده است. یا باید زحمت دستانش را بر ضرر خود بفروشد یا ببیند که چی طور حاصل کشتش در پیش چشم او نابود می شود. افزایش یکباره نرخ نفت در بازارهای جهانی خرج دهقان را مخصوصاً برای جمع آوری حاصل و حق کاری کارگران و نقلیات زیاد کرده است. کاپین میگوید این وضع به فعالیت کشاورزان ضربه سخت زده است. البته این بسیار نگران کننده است چون نمیدانی که برای خوراکواری از کجا پول یابی. وقتی میبینی که جنگ در خارج همان ادامه دارد نمیدانی که زندگیت چی خواهد شد. چون این به نظر میرسد که بحران به این زودی ها انجام نمییابد. مسئله دیگر راه دور برای انتقال و فروش محصولات است که اکثرا سبب می شود دهقان از فروش حاصل خود فایده نمی گیرد. در شهرهای دوردست هم تأمینات با سوزشواری مشکل شده است. ما حالا ضرر دیده ایستاده‌ایم. اگر نرخ کرم ارزان باشد دیگر مبلغی در دست ما نمیماند که آن را همچون سرمایه برای کشت آینده استفاده بریم. ارزش محصولات مستقیما از دست دهقان به شدت پایین رفته است. یکی از مشاوران مرکز سودای سبزوات در لا ترینیداد میگوید برخی از خریداران فرمایش‌های خود را بیکار یا حجم آن را کم کردند. وضع پیش آمده خانواده‌ها را هم وادار کرده است که خرج خود را از حساب سبزوات کاهش دهند و به جای محصولات تر و تازه به غذاهای ارزانتر رو آرند. بنا به آمار رسمی تورم سالانه در فیلیپین در ماه مارس از 4% گذشت، در حالی که ماه فوریه این نشان داد بیش از 2% را تشکیل میداد. سبب اساسی این جهش را بالاروی نرخ مواد سوخت میدانند. مانت کورتس دهقان دیگر میگوید که بالاروی خرج زندگی نگرانی ها را از آینده نسل نورس بیشتر کرده است. او میگوید زندگی روز به روز سخت‌تر می شود. زندگی روز به روز سخت‌تر می شود.